هولا ماهان، هولا در قلم. چیه؟ این همه صحبت کردیم، هولا نه اولا. هی نداریم. خودت نوشتی ماهان. بابا اون اچ خونده نمیشه، مثل دبلیو تو انگلیسی که بعضی وقتا سایلنت اون خونده نمیشه. اصلا کلا میگم اولا، یعنی اولا. از او بعدش بخون. اولا. خوش اومدین. مرسی. سلام در قلمروی، من ماهان هستم و امروز اینجام به دعوت باربود برای اینکه یه دوره آموزشی کوچیک زبان اسپانیایی براتون داشته باشیم. چون ماهان 4 سال اینجاست و اسپانیاییش واقعا محشره. ما هر وقت کمک و اینا لازم داریم همیشه میگیم ماهان میشه به فلان جا زنگ بزنیم، ماهان فلان جا دارن به ما زنگ میزنن. ماهان تو این ویدیو قرار چیکار کنیم؟ من هولم بلد نیستم بگم. خب قراره همینا رو یاد بگیریم، نگران نباش. آخر این ویدیو قشنگ یاد میگیریم که برای روز اول توی اسپانیا که میخوایم با بقیه آشنا بشیم چجوری بتونیم خودمون رو معرفی کنیم. یعنی الان من کرم فضایی مو اگر من یه اسپانیایی توی اسپانیا ببینمش میتونم باهاش ارتباط برقرار. امیدوارم. متشکرم. خب اول بریم شروع کنیم. تصور کنیم که رسیدیم اسپانیا و تازه مثلا من روز دومم میخوام برم سر کلاس. باربودو میبینم و نمیشناسمش. خب میخوام سلام کنم. سلام چی میشد؟ هولا. چی میشد؟ اولا. اولا. خب یه واژه بیشتر واسه سلام تو اسپانیایی وجود نداره. اولا. خب این وسط یه سری نکات میخوام بگم که اینا رو توی اسپانیا یاد گرفتم و وقتی اومدم حتی سورپرایزم شدم بابت اینا، چون توی ایران توی کلاس‌ها به ما نمیگفتن اینا رو. مثلا فکر کن که ساعت 9 صبح اومدیم سر کلاس و میتونم بهت بگم اولا، میتونم من بهت بگم به جای اولا بوئنوس دیاس. چطور؟ بوئنوس دیاس یعنی صبح بخیر. بوئنوس دیاس. خب پس به جای اولا میتونی بگی اولا، میتونی بگی بوئنوس دیاس اگر صبح باشه. فرض کن که من بعد از ظهر تو رو دیدم. چجوری میتونم بگم؟ قاعدتا الان صبح بخیر رو گفتیم، عصر بخیر رو میخوام یاد بگیم. چی میگیم؟ بوئناس تاردس. فرق میکنن. اون بوئنوس دیاس بود، این بوئناس تاردس. اینو دلیلشو الان بخوام بهت بگم گیج میشی، واسه همین تو قسمت بعدی. آره تو قسمت بعدی حتما بهش میپردازیم. پس شد بوئنوس دیاس بوئناس تاردس. موی بی. خب پس تا اینجا یکی دیگه که خیلی منو سورپرایز کرد و من واقعا گفتم خب اینا دارن چی میگن، به جای اولا اومدم گفتم اولا، بعد گفت بوئناس. گفتم این الان سلام کرد، یعنی خالی اصلا هیچ دیگه هیچی. بعد گفت بوئناس. بعد خب اصلا توی کلاس ها که به ما نگفتن اصلا بوئناسی وجود داره، اصلا بوئناس خالی خب چیزی نیست. بعد این چیزی نیست که بخوام سینونیم فارسی بگم بهت. بوئناس یه چیزیه که به صورت عامیانه گفته میشه. پس ما هم میتونیم بگیم جنبندی داشته باشیم، هم میتونیم بگیم اولا. صبح بود میتونی بگی بوئنوس دیاس، بعد از ظهر بود بوئناس تاردس، همیشه بوئناس هم میتونی بگی. بوئنوس نمیشه گفت کلا. نه بوئنوس نه، بوئناس مثل بوئناس تاردس. درسته؟ بوئناس تاردس. آره صبح بخیر هم میشد بوئنوس دیاس. درسته؟ خب الان سلام و اینا رو کردیم. خب حالا قدم بعدی، من باربود دیدم و خب میخوام بشناسمش دیگه، میخوام بدونم کیه، اسمش رو بپرسم و خب این چیزا. میخوام اسممو بگم، میخوام خودم رو معرفی کنم به باربود، بگم من ماهان هستم. چی میگم؟ میگم میامو ماهان. تکرار کن. میامو باربود. پرفکتو. میخوام ازت بپرسم اسمت چیه؟ چی میگم؟ میگم ¿Cómo te llamas؟ عالی. پس me llamo te llamas. اوکی. این دوتا از یه فعل میان که یکیش میشه اول شخص مفرد، دوم شخص مفرد. کاری باش نداریم که گیج نشید. پس شد ¿Cómo te llamas؟ بعد منم بعد دوباره بگم مثلا میامو باربود. آره دیگه. یه چیز دیگه هم میتونیم استفاده کنیم که عامیانه تر هست و خودمونی تره اصطلاحاً. soy
ماهان. soy هستم. مثل توی فارسی من میگم نام من ماهان است یا ماهان هستم. این سوی ماهانه همونه. ماهان مثلا هست. سوی ترم فضایی، سوی باربود، همین همین دیگه. مثلا هیچ چیز دیگه هم نداره. نه خیلی ساده. یه چیز دیگه هم میگم و بریم یه مکالمه کوچیک با هم داشته باشیم. خوشبختم. خوشبختم رو چجوری میگن؟ mucho gusto. mucho gusto. Hola. Hola. Buenas. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Me llamo Barbot. ¿Cómo te llamas? Soy Mahan. Mucho gusto. Igualmente. چه کلمه سختی گفتی، ولش کن. آره، بذار ولش کن، بگذاریم. ولش کن. پس mucho gusto. mucho gusto. زودتر قرار از نفر مقابل زودتر بگو که اون نتونه بگه. خب احتمالاً از لهجه من میفهمن که خارجی هم دیگه. بعد چجوری هم از لهجه هممون میفهمن، خیلی راحت نگران نباش. خب میریم سراغ این که بگیم از کجا هستم، ملیتم چیه و از چه کشوری اومدم. خب قاعدتا وقتی من تو رو میبینم میخوام ازت بپرسم که از کدوم کشور هستی دیگه، از کجایی. چی میگم؟ سوالش اینه ¿De dónde eres؟ آرومتر میگم ¿De dónde eres؟ خب یه صحبت کوچولو راجع به ارس داشته باشیم. ارس یعنی هستی. مثل همون سوی میمونه. آره. پارت بعدی چی گفتیم؟ سوی ماهان هستم. ارس یعنی هستی. یعنی من میتونم به تو بگم ارس باربود. سوی باربود ارس ماهان. درست متوجه شدم؟ درست. از کجا هستی؟ تا اینجا اومدیم. هستی هم که ارس و دونده هم که یعنی کجا، که حالا ولش کن. ده دونده ارس. خب تو حالا میخوای به این سوال جواب بدی. چی میگی؟ سوی ده ایرانی؟ نه. خب گیج نشو. سوی ده ایران. سوی ده ایران. ده یه حرف اضافه هست. مثل همون که اولش پرسید خود سوال پرسید. آره آفرین، دقیقاً. سوال پرسنده. آفرین. آره. خب ده یعنی از کلا. سوی ده ایران، از ایران هستم. سوی ده ایران. یا میتونی بگی سوی ایرانی. خیلی سوی ایرانی. سوی یعنی ایرانی. اصلا سوی ایرانی. سوی ایرانی هم. آره خیلی راحت. پس این از این دو تا چیز. سوی ده ایران، سوی ایرانی. مثلا میتونه بگه سوی ده فضا یا سوی فضایی. آفرین، دقیقاً. ایده خوبی بود. خب ما هم مثلا فرض کن که من اسپانیایی هستم. بعد مثلا اسپانیایی بعد بگه که سوی اسپانیایی. بذاری که همش فارسیه، خیلی احساس کنم اشتباه باشه. خب اینم اصطلاح خاص خودشو داره دیگه، اسپانیایی. میگه چی؟ اگر تو که جنست مذکره بخوای بگی اسپانیایی هستم، خیلی راحت میگی سوی اسپانیول. یعنی کلمه‌اش فرق می‌کنه. سوی اسپانیول. سوی اسپانیول. یه نکته کوچیکم بگم تو پرانتز، اگر یه خانم، یه دختر بخواد بگه اسپانیایی هستم، نمیگه سوی اسپانیول. به خاطر اینکه مؤنثه باید بگه سوی اسپانیولا. از اون زبان اسپانیایی هم که مذکر مؤنثش فرق بله متاسفانه که توی بعداً میفهمیم الان در این مقال نمیگنجه. آره. و پس شد سوی اسپانیول، سوی اسپانیولا که واسه مؤنث. مثلا راجع به دو سه تا کشور دیگه هم صحبت کنیم. مثلا باحال، مثلا آمریکا چی میشه؟ مثلا چین چی میشه؟ خب چین که میشه چینا. سوی د چینا. این سوی د چینا. آمریکا خب خود آمریکا نمیگن، میگن ایالات متحده دیگه. پس میگن استادوس اونیدوس. یعنی آمریکا رو کلا ایالات متحده. آره. استادوس اونیدوس. استادوس اونیدوس. که یکم سخت میشه دیگه. مثلا اگه بخوام بگم آمریکایی هستم، بعد بگی سوی استادو اونیدنسه. ولش کن، آمریکایی نیستیم در قرار. آره ما که دردمون نمیخوره. آره بذار خاطر خنده‌دار بگم. ما هم ببین من اومده بودم خب کالج زبان میخوندیم دیگه. بعد اونجا داشت توضیح میداد که استادوس اونیدوس و آمریکا رو مخفف مینوشتن مثلا توی کلاس. و مخففش انگار به اسپانیایی می‌نویسن ا او ای یو یو به انگلیسی. و
یهو مثلا معلم داشت میگفت ای او، بعد یه مراکشی سر کلاسمون بود ادا میمون در آورد ای او. خلاصه که خیلی باحال بود ای او، ولی میشه آمریکا پس. آره اینو حواستون باشه پس جایی نگید خواهشن فقط مینویسن اینو. آره این از این و آره خیلی وارد این قضیه نشیم چون بچه‌ها گیج خب میشن. یه بار یه مکالمه دیگه داشته باشیم. بیا فرض کنیم که از اول در قلمروی و هیچ اتفاق نیفتاده. میخوام خودم بهت معرفی کنم. اول در قلمروی سوی باربود. چی من میگفتم؟ سوی باربود از کجا است؟ آهان از کجا است؟ مثلا ازم بپرس ماهان. بیا اصلا با تو سلام میکنم ولش کن در قلمروی. آره حال نشه. Hola. Hola. Buenas. ¿Cómo te llamas? Me llamo Barbot. ¿Cómo te llamas? Soy Mahan. ¿De dónde eres? Soy de Irán. Muy bien. ¿De dónde eres? Soy iraní. Muy bien. Mucho gusto. Igualmente. متشکرم ماهان. ولی راستشو بخوای سوی خسته برای این ویدیو دیگه به نظر میرسه که همینجا کافیه. سوی خسته که حالا آره بذار اینو در جلسات بعدی در ولی اشتباهی درسته؟ خیلی اشتباهه. حالا تو ویدیو بعدی با ماهان راجع به سوی خسته صحبت می‌کنیم در قلمروی. حتما بگو که نظرت راجع به این ویدیو چی بود. آهان ماهان وایسا نرو در قلمروی. بهمون هم آهنگ معرفی کن لطفاً و همین که بهم یه تکلیف بده که بتونم کار کنم همین چیزایی که گفتی و در قلمروی هم میتونه کامنت بذاره. ببین واسه یه آهنگ که واسه اینکه ویدیو اولم هست من یه آهنگ هست که خیلی دوست دارم از اسپانیا. یه آهنگ کول انرژی مثبت باحال هست که قاعدتا ریتم این ملودیش هم همه شنیدن به نام بیبیر میبیدم و این آهنگ من خیلی دوست دارم. حتما گوشش کنید باحال حالتون خوب میشه. واسه یه تکلیف که حالا نه تمرین کردن چون مطالبی که امروز یاد گرفتیم واقعا خیلی راحت به نظرم تا فقط هم حفظ کنیم دیگه فعلا. آره توی ذهن میشینن و خیلی هم راحته. حالا اصلا دوبارم این ویدیو رو ببینم یعنی یه بار دیگه این ویدیو رو ببینم به نظرم اوکیه. میتونید مثلا واسه توی قسمت کشورها اگر دلتون خواست کشور بیشتری یاد بگیرید خب چت جی پی تی هست و گوگل ترنسلیت هست میتونید همین ترکیبا رو که یاد گرفتید با اونا ترکیب کنید خیلی راحت. در قلمروی بگو اهل کشور مورد علاقت هستی. میخوای سوالش ازش بپرس و در قلمروی نگو ایران اهل هر کشوری که دوست داری بجز ایران بگو. طبیعتا خب ایرانی کشوری که دوستش داری ولی بجز اون که هممون ایرانی هستیم دیگه. آره بپرس ازش ماهان اگر میخوای و بعد میتونیم خدافظی کنیم. خدافظم بعد بهم یاد بدی راستی. آها خدافظم بهت یاد بدم. خب اینو بگم De dónde eres tú در قلمروی. متشکرم. خب خدافظ. چند تا کلمه هم واسه خدافظ داریم که دیگه ویدیو رو تکمیل کنیم دیگه. 3 تا هست. Adios. یه دونه این یه دونه چاو. ایتالیایی نیستش مگه چاو؟ چاو توی ایتالیایی فکر کنم یعنی سلام ولی اینجا یعنی خدافظ. به ایتالیایی من میتونم همیشه سلام همیشه خدافظ. واقعا؟ آره کنه یه کلمه دارم براش. چه خوب خوشحالشون. خیلی هم آره اینجا یعنی خدافظ رو استفاده می‌کنیم. چاو. آره و یه چیز دیگه هم هست مثل ما تو فارسی میگیم فعلا یا میگیم تا بعد. یه چیزی دارن به نام hasta luego. تا luego بعد. تا بعد یا فعلا. hasta luego در قلمرویی. hasta luego.